بسم الله الرحمن الرحیم. برادر چطور هستی؟ شکر فضل خدا مالک. امروز روز شهید است نه؟ بله. وضعیت کابل چطور است شهر؟ وضعیت کابل برای فعلا که آرامی است. تباله که ما کس را ندیدیم نه خیرات کده باشه و نه تق کده باشه و نه دیگه کده باشه. به جای از تق کدن و دیگه کدن همین پیسه هم مرمی را که تق میکنین اونم را خیرات جمع کنین یک چهار تا غریب و بیچاره و مسکین بتین که اونم هم ثواب است، هم خیرات است، هم برای آخرت است، هم برای آخرت است. و یه نمقه گفتنی که ما دارم بسیار خوب بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. خی محمد جمال دا شهیدان ورځ دا خو ډیر ښه منزل کیږي هغه اوس نه ټک شته نه مرمۍ شته نه ډز شته نه ډوډ شته بس مونږ ډیر خوشحاله یو بس وطن کې خدای رحمي راوسته بس امین. نو د شهیدانو المنزل په دې کېږي چې څوک ډزې وکړي که دعا ورپسې وکړي. شهیدانو پسې اول خو دعا ده بیا دعا پسې وروره ده د مرمۍ پیسې وروره دلته جوماتو کې خیر و خیرات وکړي خلکو ته خیرات وکړي چې مسلمان هم دعا الله جي کړي شهیدانو پسې دعا وکړي. تیر کال چې د ورځ منزل کېده تا ته واقعا معلومه ده څنګه وه؟ والله ما ته خو داسې واقعا معلومه وه خو ډز و ډوز زیات و خو بس بیا دولت یې ورته مخه راونیوله. صحیح. تو سال گذشته تو روز چه رقم تجلیل شد؟ شما سال یاد گذشته حاجی صاحب خب کسایی بودن خب خوشحالی داشتن، یکی مستی داشت، یکی خوشحالی داشت، یکی خیرات میکرد. خب هر کس به حالت خود روانده بود دیگه. یکی خودم مست میکرد و دیگه برادر نیشه میکرد. هر کدام به حالت خودش گد و ودی بود. بسیار خوب. از حالت فعلی شما خوش هستین؟ از حالت فعلی شکر خوب است، خوش هستیم. اما یک ذره کاروبار شوه و دیگه شوه اینمی ما اینمی باور میکنی یعنی ما همین نان که کی نشه خوردیم اونمون نانم است. اینمی حال جیبای من بتکات در پد جیب منی و ان شاء الله دعا میکنیم کارا خوب شود. درست؟ اینمی کاروبار شوه دیگه برای کلگی اون خوب است، هم برای غریب هم برای سرمایه‌دار هم برای دولت فعلی برای همه کلگی. همه کاروبار کردن شکم که گشنه بود از شکم گشنه هر چیز مبراه. بله. تشکر. خودت معرفی کنین اسمت چی بود؟ احمد جاوید هستم از ولایت پاکستان. بسیار خوب. امروز روز شهید است. بله. با مناسبت از سال گذشته هم تجلیل شد، امروز هم تجلیل میشه. سال گذشته چطور بود حالت؟ سال گذشته بسیار گدودی و ریشخندی و فیرای بیجا و پراگندگی و امسال خدا را شکر میکشیم که هیچ گپی نشده با مردم ملکی و همه شمول هیچ کدام مزاحمت نکرده کسی. فیرای پراگنده و از گپا بی خلاص هستیم نسبت به پارسال. امسال هیچ گپی نیست. ما شکرگزار هستیم که تو آرامی سال همیشگی باشه. امی تجلیل روز شهید باید با کدام طریقه شاه بهتر است؟ طریقه از این روز شهید دیره میگه که یک مسکین بیچاره را کمک بکنی، یکم فقرای بیچاره را و برای مردم همدست باشی، مشکلاتشان حل بکنی، ختم و خیرات و تلاوت ختم میگیری و تلاوت بکنی در مسجدها و در خانه ها ختم شد و کسایی که دچار مشکل هستن این پولدارا به آدمای غریب کمک بکنن به مسکین بیچاره به همش کلگی بیچاره است، کلگی غریب واجد. این از این که خیر و پراگندگی و مصرف به جای به درد کس نمیخوره. دست برادر مسلمان ما را بگیره. بسیار